هر یک شما دوستان عزیز و بینندگان دائمی تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز، باز هم به دیداری هم رسیدیم در نشر نوبتی برنامه مهمان شهنواز. دوستان عزیز، ما گروه ایجادی برنامه پیوسته کوشش میکنیم تا بهترین ها رو مهمان برنامه خود دعوت نموده برنامه رو با بهترین شکل پیشنهاد شما نماییم. مهمان نوبتی برنامه ما هستند فهیم فنا. شما رو خوش آمدید میگوییم. سلامت باشین. سلام با شما ملاحظ جان عزیز. امید شما صحتمند باشین و تشکر از اینکه در برنامه زیبایتان من از ما دعوت کردین و سلام و احترامات خدمت تمام بینندگان عزیز ما. امیدوار هستم صحتمند و سر حال باشن و دور از گزند و روزگار در کنار خانواده محترمشان. امروز دیگه ما آشپزی میکنم، یعنی غذایی که میپزم لذیذ است. شما هم بازم رقم چیز بپزین ببینین شاید لذت ببرین از طعم و ذائقه غذا. خوب بیننداری خود را سرابل به شما میرسونیم که دعوت ما رو پذیرفتید و این لحظه ما رو همراه هستید. خوب فهیم میگفتید که امروزه خوراکی که بهر بیننده عزیز ما شما مونده میکنه چی نام دارد؟ کرویی. این غذایی است که من زیاد دوست دارم، همیشه وقت با خودم میپزم. باز یگان وقت دوستان که برابر میشن که غذای ما آماده میباشن میخورن، باز لذت میبرن، خوششون میاد. باوری دارم که این خوراک با لذت میگردد و همه اون محصولات هایی که به خوراک ما لازم است به بیننده معرفی میکنیم. بله. مرحمت، به خوراک ما چی لازم است؟ خب سینی مرغ یا گوشت مرغ. خب ما داریم دیگه به زبان ما ماس یا جرغات. هست. شما چی میگن؟ نه امبیر میگن و همچنان لیمو. ما این رو مرچ دلمه میگم، شما چی میگن؟ بلغاری. بله. دیگه رومی یا پمادر. چگونه که به همگان معلوم است ما در آشخانه همه اون محصولاتی که به خوراک ما لازم است داریم. از چی شروع میکنیم؟ یک چیز دیگه راستی من مسائل خودم معرفی بکنم. یک مسئله است که ما آوردیم همیشه وقت غذای مزه استفاده میکنم. این هم بوی خوب داره و هم ذائقه خوب داره. خوب، این زمان ما رو میباید چی کار کرد؟ از چی شروع میکنیم؟ خب در ابتدا ما باید گوشت توته بکنیم. مرغ رو ریزه میکنیم؟ بله. من به شما کمک میرسونم. با این اندازه ریزه میکنیم، باز با این اندازه. تمام. خب با همین معیار ما مرغ رو ریزه میکنیم. بله. خب فهیم، میخواستم تا به انجام رسانیدن ریزه کردن مرغ اطراف فعالیت شما و زندگی شما کمی صحبت میکردیم. بله. چه سبب شد که شما تصمیم گرفتید تا به تاجیکستان بیایید و در شهر دوشنبه زندگی نمایید؟ ما تصمیم داشتیم که خب خانواده و دوستان همگی گفته بودن که ترکیه بریم. روز خوشبختانه که اونجا رفتنم نشد، آمدم طرف تاجیکستان. در ابتدا زیاد دلهوره داشتم که چه رقم جای باشه، چون ما هیچ وقت از افغانستان بیرون نرفته بودم. یکم باره که به خاطر یگان مشکل یا چیز تا هند رفتیم یا اینا. باز وقت آمدم دیدم که جمع دوستان میگی مشناختن و یعنی اما یک تصویری که یک ترسی که در دلم بود و کاملا برعکس تمام شد برام. بسیار خوشایند. چون مردم تاجیک ما مردم فرهنگ دوست و مهمان نواز هستند. بله. شما زود در اینجا عادت کردید، حتی خود رو در جای بیگانه احساس نکردید. همینطور نه؟ اوکی. وقتی که ما از دروازه میدان هوایی که ما بیرون پا گذاشتم، از او وقت حال وقت در دریای مهر و محبت و مهمان نوازی و نوازش هستم. از مردم اهل تاجیکستان خیلی خرسند هستم و یعنی هیچ وقت همین حس نموندن به ما که ما درباره وطن یا دوستا و عزیزای ما کجا هستن اونا را یاد کنم و یعنی ذکر شوم. یعنی خرسند هستید که ما از تاجیکستان رو انتخاب نمودید و این زمان در اینجا زندگی میکنید. همینطور نه؟ بیشک بله. خب فهیم، بسیاری از مخلصانتان درباره ایجادیات شما و اینچنین ثبت نمودن سرودهای شما معلومات دارند. خوب میشد این زمان اطراف نامتان حرف میزدیم. چه سبب شد که شما محض تخلص فنا رو انتخاب نمودید و امروز شما رو مخلصانتان به حیث فهیم فنا میشناسند؟ چی در داخل تاجیکستان و چی بیرون از آن؟ من بسیار خرد بودم که تخلص فنا را انتخاب کردم. وقت البته من
صنف 8 یا 8 بودم یا 8 بودم فکر کنم فنا را انتخاب کردم و همون تخلصم ماند باز. بعدا بعض دوستا گفتن که تبدیلش کو یا بعض چیزهای دیگر پیشنهاد کردن، اما نه، همون بر من زیادتر پسند آمد. بله. چندین معنا میتونیم داده. ما رضا کردن مرغ رو به انجام رسوندیم. این زمان از چی شروع میکنیم؟ خب حالا یک بار را میشوریم و بعد باید بالای اجاق بانیم میشونم. درست؟ خب دیگه میگیریم و بر روغن ضرورت داریم. خب دیگه بالای چیز ماندیم. تمام. روغن نیاز داریم. بله. مرحمت. مرغ رضا کرده شده رو بریان میکنیم. سرپوشش هم میگیریم، سرش میمونیم تا که گرم میشه ما باید دیگه کار خود کنیم. خوب فهیم، میخواستیم اطراف سرودهایی که ایجاد میکنید حرف بزنیم تا آماده شدن خوراک. سرود در یکی از چهاربینی‌هایی که بخشیده به روز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در کاخ بوربد برگزار گردیده بود. واقعا هم سرود از جانب شما با یک مهارت بلند کسبی سراییده شده بود که تا به امروز هر نفری که آن سرود را گوش میکند به یک احساسات فرا گرفته می شود. مصلحتی کی بود که شما سرود را انتخاب کردید، آهنگسازی نمودید و آن سرود نام گرفته است سلام من به خلق تاجیکستان؟ همینطور نه؟ بله. این البته کدام پیشنهاد از طرف کس بر من نشده بود. من تنها شما خودتون انتخاب کردید؟ نه خیر من میخواستم به خاطر پاسداری یا مهمان نوازی یا براتون چی بگویم محبتی که از طرف مردم تاجیکستان دیدم، به خاطر پاسداری ازی میخواستم یک سرود به خاطر به تاجیکستان، مردم تاجیکستان سرایده باشه، به سرایم آماده کنم و به سرایم برشون از تحفه. باز شیرش کم بود. ما گفتم میری یک کم ادامه بده، این مسائل دیگر بعضی موضوعات دیگر گفتم دمی شیر بگنجانیم. باز دیگرگونی با وجود آمد در سرود، چون مصرای شیر کم بود. بعدا این شیر البته ناگفته نمانه از استاد عبادالله مشرف است که رفتیم با خودشان ملاقات داشتیم، باز درباره ازی صحبت کردیم. بعد مصرای بعدیش مشرف صاحب بسیار خوب برداشتن و موضوعی که ما گفتم همون موضوع را بسیار مقبول گنجانیدن. بعد ما موسیقی را آماده کردیم. بعد این پیشنهاد شد به می چهاربینی پیشنهاد شد، باز اونها هم پذیرفتن. ما نمیفهمیدم که یعنی اینقدر خوب قبول میشه و پذیرفته میشه و بعدا حتی تا اندازه‌ای که جناب توصیف کردن و پسندیدن و همچنان تمام کارکنان دولت تاجیکستان اونجا بودن. یعنی یک اتفاق بسیار بزرگ و به یاد ماندنی و همچنان یک افتخار بزرگ برمه شد به حساب زندگی موسیقی ما که همچون یک اتفاق افتید در زندگی دیگه. بسیار خوش گذشت واقعا. من قضیات گپ زدم. چون اطراف این سرود حرف زدیم، این زمان خوب میشد مصرع‌های این سرود رو با آواز زنده بهر بیننده عزیز ما سراییده باشید. سلام من به خلق تاجیکستان، به هر شخصی که دارد نور ایمان، به هر چشمی که می‌بیند عیان را، همه شهر و دهات تاجیکان را. سلام من به خلق تاجیکستان. اگر سرور نمی بود آل رحمان، بهشت آسان نمیشد تاجیکستان. همه نور و ضیا می‌ریزد از او، همه فیض و سخا می‌خیزد از او. در این 30 سال استقلال تاجیک، همای بخت شد همبال تاجیک. چو پیشوا جاودانی آل رحمان،
بماند در زبان تاجکستان. اگر سرور نمی بود آل رحمان، بهشت آسان نمی شد تاجکستان. سخنهایی که گوید از کلام است، نماز ملت ما را امام است. زمین مادری را دهقان است، زبان مادری را پاسبان است. نه هر ملت چنین خوشبخت باشد، بسا ملت که روزش سخت باشد. این خواهش ما بود که در یک موضوع که یک انده که یک فضاگه که برای مردم ما بگنجانه، نه هر ملت چنین خوشبخت باشد، بسا ملت که روزش سخت باشد. البته مطابق به خواهش ما عبادالله مشرف صاحب بسیار مقبولیه، تو خورترک اما خوب بجاست گنجانده بدن درباره مردم ما و وطن ما. یعنی بسیار یک اتفاق خوب بود واقعا. مضمون بلند، آهنگ بسیار دلپذیر و خوشایند. البته این چیز نشه که من از ساخته خودم تعریف میکنم، من خودم خوشم میاد از او خاطر. من باوری دارم هر نفری که این زمان ما رو طریق تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز تماشا کرده ایستاده است و از شنیدن صدای شما و شنیدن این سرود خیلی خرسند گردید. صدایتان خسته نگردد. واقعا سرود از جانب شما با یک مهارت بلند کسبی و با محبتی که در آنجا نسبت وطن درج میگردد سرایده شده است. تشکر. رضا کردن پمیدور رو به انجام رسونیدیم. از چی شروع میکنیم؟ پمیدور رو علاوه میکنیم و یک گردش میزنیم. باز همچنان امروز کم داره که نمک میدوزیم. با ما نمک لازم است؟ ها. خب اور یک مقدار بندازیم، باز بعدا لازم میاد. بعدا بازم یک بار چک میکنیم که یک بار امتحان میکنیم که نمکش برابر است یا نیست. فعلا اینو میپوشیم و بلگری را ریزه میکنیم. فهیم در اجازیات هر یک سراینده نوابسته از اونه که مدت چندین سال است که روی صحنه هنرنمایی میکند، در وصف مادر سرود وجود دارد. بله. در اجازیات شما نیز سرود در وصف مادر سرایده شده است. این زمان من باوری دارم که ما را مادران عزیز طریق تلویزیون موسیقی تاجیکستان تماشا کرده ایستادند. خوب میشد که بهر ایشان یک سرود در وصف مادر سرایده باشید. بیشه برم یک کمک زمزمه کنم من. البته. مادرم مهر تو با جان پرورم، غم شریک و مونس و هم یاورم. من به حکمت هر نفس فرمان برم، بهر تو از جان شیرین بگذرم. امرخم دیگه. تشکر زیاد. واقعا هم مادر به اندازه بزرگ است که حتی ساعتها در وصف آن ایجاد کنیم. سرای من بازم کم است. صدایتون خسته نگردد. این دیگه یاد خانه یک دوست ما انداخت. پارسال بود یا پرارسال بود، برایشان ما پخته کرده بودم. همین خوراک را اینا مرا میمال کردن. البته خودشان میمال کرده بودن، مرا در خانه خودشان خواستن، خودشان که همین غذا را دوباره پخته کن. باز من گفتم امیر خودتان یاد بگیرین، هر روز مرا اذیت نکنین. باز یاد گرفته بودن. در باره سبک سرودخوانیتان حرف زنیم تا آماده شدن خوراک. بله. تا جایی که من معلومات دارم شما بیشتر در سبک فولکلوری سرود ایجاد میکنید. همین طور نه؟ کلاسیک هم کم ذره کار میگیرم. البته من خودم کلاسیکال گفته نمیتونم هیچ وقت، چون کلاسیک خیلی زحمت و چیزی بیشتر کار داره. البته هدف دارم که در آینده در کلاسیک هم دست بالا داشته باشم. دیگه از یک کم ذره که از چه رقم بگیم از مساله یا شیره کلاسیک هم استفاده میکنم. به خصوص من سرگم میکنم، آلاپ میکنم. این اندازه چیزای کلاسیک است. در آهنگای قوالیم البته باز غزل هم در پلوش چی میکنم میخوانم. بعدن آهنگای
حماسی هم چیز کردم. باز وقتی تاجیکستان آمدم حالا به خاطر علاقمندا یا مخلصای اهل تاجیکستان ما آهنگای شاد هم جور کردیم. بخیر تقریبا آماده شدن دیگه، باز به نشر میسپاریم ان شاءالله. من باوری دارم که سرودهای منبعده شما از جانب مخلصانتان خوب قبول می‌گردد. بله، ما خب هیچ وقت زحمت کس زحمت بالا یک چیز بکشه او هدر نمیرد. من به جواب نمیمونه. به جواب نمیمونه، جای خود پیدا میکنه. ما به خاطر پاسداری البته جبران هیچ وقت نمیتونم. خب امو یک تسلا به دل خودم شبه گفته همین آهنگای شاد جور کردیم به خاطر مخلصا و علاقمندای اهل تاجیکستان ما، چون در اینجا آهنگای شاد زیادتر میپسندن. آهنگ دختر بدخشانی ایره همون شابایدش بر شما میخوانم. مرحمت. صیاد پریشان آشفته و حیران در دامن این سرا، دختر بدخشانی بیمار شدم از غم در گوشه تنهایی، برخیز بیا جانا دختر بدخشانی. این شاbaید همی آهنگ است. البته آهنگ شاد است، شابایدش هم رقم یک شعر چون انتخاب کردم میتونستم من شابایدش همون تو آرام بگویم، چون ناله داشت از خاطر امو چیزش با کرچای بالا با نوتای بالا بردم شد. تشکر زیاد. صدایتان خسته نگردد. بیشتر در کدام موضوعها سرود سراییدن رو دوست می‌دارید؟ اشعار عاشقانه، شعری که به خصوص اشعاری که مثلا یا هر سبکی که باشه پیام خوب داشته باشه، من دوست دارم اشعاری که پیام خوب دارن. در سبک فعالیت دارم، آهنگا جور کردیم. البته تعداد آهنگای مال باز بگویم بعضیا میگه او قضیات شاید حدود 1000 کمپوزیشن ما جور کردیم. اونو آستا ثبت کرده و انشالله که به نشر میسپاریم. تا حالی که آهنگای ما که نشر کردیم اونو دوستا همگی پسند کردن، مورد پسندشون قرار گرفته. آهنگای بعدی هم بهتر خود بود. در اجرایات شما سرود با نام بهار وجود دارد. چون ما این زمان در فصل زیبای سال بهار قرار داریم، تا به انجام رسانیدن ریزه کردن سیرپیاز خوب میشد اون سرود رو بهر بیننده عزیزی ما سراییده باشید. چرا؟ هوای بهار است، باد ناب، بخند بنوشه جرعه شراب. هوای بهار است، باد ناب، در این پیاله ندانم چی ریختی پیداست که خوش به جان هم فتادن آتش و آب. هوای بهار است، باد ناب، گل امید من امشب شکفته در بر من، گل امید من امشب شکفته در بر من. این زمان از چی شروع این حال ایره امبیر میگه نه؟ بله. حال امبیرم ریزه میکنیم، پوست میکنیم سر اول. اول پوست میکنیم میشه. من به شما کمک میرسونم. فهیم، من فکر میکنم برای یک هنرمند خصوصا سراینده سراییدن سرود و این چونین ایجاد کردن ترانه نه اونقدر آسان است. همینطور نه؟ او رو میباید که سر اول متن سرود رو انتخاب نماید، آهنگ رو انتخاب نماید،
با آهنگ کار کند تا سرود رو تواند که با آهنگ در آورد و بعداً ثبت نموده پیشنهاد مخلصانش نماید. دیگه خوشحال شدم که شکر کنه شما. ما فکر میکردم که شاید مردم نفهمند لیکن شما که رقم همگیش درک کردین خوشحال شدم. واقعا هیچ کار دنیا آسان نیست. باز در هر کار عشق علاقه بسیار مهم است. وقتی که عشق باشه علاقه باشه در کاری که میکنی شوقش داشته باشی باز آدم هیچ وقت خسته نمیشه از چیز. باز بخصوص یک این واقعیت بعضیا مثلا فعلا بخصوص زیادتر آهنگای سابقه میخوانن همگی توجه از ایجادای نو و چیزا بیخی دور شده. نمیدونم شاید که یک سال دو سال دیگه هم رقم ادامه پیدا کنه بعد از او باز آهنگا تمام میشه. آهنگای سابقه ما چون باز مردم چی خواد خواندن بهتر است از امیال امو چرخ فعالیت های خود یک همگه زحمت بدن اهل هنر ما همگی یگان چیزای نو ایجاد کنن از زحمت کشیدگی دیگران نباید آدم بخوره. نه البته انتقاد نیست که ما بگویم والا ما این کار میکنم ما در خدمت هستم یعنی ما کی کار میتونم ما در خدمت هستم. هر اهل هنری که مثلا بفهمم که تواناییش داره البته عشق علاقهش داره و موسیقی را آموخته زحمتش کشیده ما امروز همکاری میکنم. این ما از طریق تلویزیون شما بر شما به همگی اعلان میکنم. اینی خب در آخر منظور ما است که در آخر همگی باز محتاج میشن که یعنی باز چی را بخونیم. آنو یک آهنگ میبینیم باز شما همگیش تو خوب تو تا کدر اثر هستید کم اندازیم. باید بیشتر کوشش کنیم که مثلا چیزای نو پیامای نو چون اگر مثلا زندگی های سابق مردم در موتر هواپیما که مردم در اونو نمیرفت اونم رقم اشعار و وقت هم اشعار سابق بود مطابق با همو هوا و نوای همو زمان و زندگی همو زمان بود. باید فعلا زندگی ما که تغییر کرده باید مطابق با زندگی می وقت مطابق با مشکلات و یا خرسندی می باشه مشکلاتش به هر صورت این حال یگان چیزی که اگر شادم می سازیم مطابق با همی زمان باید باشه نه همی عصر زمان هم رخت. در اجازات هر یک سراینده سرودهایی هستند که بازخوانی کرده شدن. هر یک سراینده با سبک و اسلوب خودش اون سرود رو بازخوانی میکنه. همین طور نه؟ بله ما خودم هم رقم البته چیز نیست که ما بگویم که والا ما هیچ وقت از دیگه نمیخونم. من بعضی آهنگایی هست که مثلا من زیاد خوش دارم اونا رو ما بازخوانی کردیم. البته او را که ما خواندیم در برنامه زنده باز او فرمایش داده شده که امیر خیر از بخوان بالاخره ما مجبور از خاطر مخلصان گرفتیم بازخوانی کردیم خواندیم یا زیادتر آهنگایی که من زیاد خوشم میاد اونا را بازخوانی کردیم. البته تعدادشون بسیار کم است این رقم است ما خودم هم یعنی بازخوانی کردیم. اگر خطا نکنم شما چند از سرودهای استاد احمد زویی رو بازخوانی کرده اید همینطور نه؟ بله البته ما در یکی از تلویزیون‌های افغانستان از ما درخواست کردن که باید سرود بخونم. خب ما گفتم که ما سرودها خودم ایجاد کردیم از اونا میخوانم. بعد اونا همو اصول و قانونشان نمیدانم چرا رقم بود یا که نمیفهمن که از طرف کسایی که مثلا دشمن فرهنگ و دشمن پیشرفت فرهنگ و همو چرخ فرهنگ ما هستن که میخواین توقف پیدا کنن همو چیزی که داشتن همو بمانه به او خاطر ما را اجازه نمیدادن که ما آهنگایی که نو ایجاد کردیم آهنگایی که مطابق با این عصر و زمان است کمپوز نو است البته ما او را با جرأت تمام و با دعوای تمام گفتم میتونم که مثلا آهنگای ما کمپوزیشن هایشون از هر لحاظ ما با امو علاقه تمام عشق تمام با زحمت زیاد هر کدامش آماده کردیم و تا بالا هر کدامشون که ما نشرم سپردیم مخلصای ما هر کس شنونده بوده پسند کردن دیگه اونا رو اجازه نمیدادن میگفتن نه همون سابقه رو بخون. باز ما یک آهنگ زنده یاد احمد ظاهر بچه نشو ای دل او آهنگ خوانده بودم
و آهنگ دلز سودا از احمد ظاهر صاحب خواندم. او را به خاطر روز یادبودشان بود برنامه گرفته بودن از طرف تلویزیون ملی افغانستان. باز ما او را بازخوانی کرده بودم. البته مطابق با چیزی که شما گفتین من امو را به انداز خودم خواندم. تا حالا آهنگای احمد ظاهر صاحب هر کس خوانده، حتی کوشش کرده که همون صدای خودش را بگشه. یک جریگک مثلا در آواز احمد ظاهر صاحب بود، کوشش کردن امو را مثلا گفته همش درد و حتی امو را هم تقلید میکردن. خب من به انداز خودم خواندم. هر کس باید خودش باشه. امر رفتم دیگه. خب بیاید تا جوشیدن خوراک ما یکی از سرودهای احمد ظاهر رو که شما گفتید بازخوانی کرده بودید بهر بیننده عزیزی ما سرایده باشید. خب همون آهنگ بچه نشوی دلم رو میخوام. همش درد و همش رنج و همش غم، همین قسمت من بود از عالم. همش گوشه تنهایی نشستن، همش شاخه امید و شکستن. بچه نشو ای دل، بچه نشو ای دل، عشق فراموش کن تا نشوی گمراه، حرف مرا گوش کن. بس دیگر سوخته شعله را خاموش کن، حرف مرا گوش کن. همه حرفا یادش رفت، همه حرفا یادش رفت، محبت ها یادش رفت، محبت ها یادش رفت، دیگر بر نمیگردد. دلم لانه درد است، دلم لانه درد است. بچه نشو ای دل، عشق فراموش کن. البته کسی بوده بی‌وفا بیچاره را رها کرده رفته، باز میمونه بیچاره شاعر. باز احمد ظاهر صاحب میره بسیار به مزه تمام خواندن. محصولات رو میخته میکنیم نه هیچ. ببینین این پامیدور هیچ تابال چیز نشده. خب از چی شروع میکنیم؟ منتظر میباشیم امی یک کم ذره آماده شود، بعد از او باز ما اینا رو بندازیم، اونو بلگری رو بیاریم بندازیم بیاریم. چی لازم است؟ خب حالا یک چند قاشق جرغات در مابین از اضافه میکنیم. قاشق اونجاست؟ بله. خب اینال مابین از مساله‌ایش بندازیم. یک کمی مرچ سیاه بندازیم دیگه تقریبا این کم مونده که من دوباره گفتم میتوانم هر نفرانی که ما رو این زمان طریق تلویزیونی موسیقی تاجیکستان شنواز تماشا کرده ایستند
бахусус занону модарон барои омода кардани ин хӯрок ва баҳри аҳли хонавода машғул хоҳанд шуд. انشالله این نوع از این مسائلی که ما آوردیم یک کم اندازیم، البته چیز نداره، یک کم طعمش دیگه میکنه. حالا بگیریم میرم پارتیم دیگه. қариб ки омода шуда истода аст метавонем. حالا یک چند دقیقه انتظار میشیم. باز حالا یک کمک از این لیمو بالاش میریزیم. لیمون با ما دیگر لازم نیست؟ نه دیگه تمام. با ما دیگر این محصولات لازم نیست؟ نه تمام. حالا دیگه انتظار میشیم که غذا آماده شود. چون شما با خود اسباب موسیقی آوردید تا آماده شدن خوراک ما سرود شما رو میشنویم همراه تماشابینان عزیز. خوب گپ است. بله. این لحظه بهر بیننده عزیز ما کدام سرود رو میسراید؟ خب یکی از سرودای خودم است، آهنگ قوالی است، همون رو کم کم زمزمه میکنم. باز میریم یگان آهنگ دیگه. مرحبا. میبری از ما دل ما چهره پنهان میکنی، میبری از ما دل ما چهره پنهان میکنی، هر زمان در دیدستی مو پریشان میکنی، میبری از ما دل ما چهره پنهان میکنی، شعله بر جان میزنی گاهی فقط با خنده، شعله بر جان میزنی گاهی فقط با خنده، این چنین یک شب مرا راهی زندان میکنی، میبری از ما دل ما چهره پنهان میکنی، چهره پنهان میکنی، چهره پنهان میکنی. تشکر زیاد، صدایتان خسته نگردد. واقعا هم فکر میکنم برنامه بسیار جالبتر گردید، چون هم خوراک آماده نمودیم، هم با اسباب موسیقی سرود سرایدیم، فضای برنامه دیگرگون گردید. واقعا بله. تشکر. یک بار اما دیگه مشهور میتیم. مرحبا. صبحانه در فرانسه، خوراک نصف‌روزی در بلژیم، فضای شام در ایتالیا، شکلاتیه، لذت شیرینی‌های دنیا در یک جا. عین
زبان چه سرود رو بهر بیننده عزیز ما زمزمه میکنید؟ یکی از آهنگای ماست که غزل است، البته یک غزل عاشقانه است. من را زیاد دوست دارم، دیگه کسایی که شنیدنم اونام خوب پسند کردن و همیشه میشنون، نظریات خوب گرفتیم ازشون. او رو براتون میخوانم. این سرود به کی بخشیده شده است؟ وقتایی بود که ما در افغانستان هم تنها بودم، اما اتاق یا خانه بود و ما بودم و درس دانشگاه میرفتم، پس می آمدم اما موسیقی بود و چیزا تمرین میکردم، یگان چیز میساختم. البته او شب ما یک کم مریض بودم، بسیار وزنم خراب بود. در مسافرت آدم مریض شد به خصوص بسیار سخت میگذره، بی کسی و تنهایی مشکل میگذره. باز همین سرود بسیار بتنگ شدم، خوابم هم نمیبرد. باز کتاب گرفتم، این شعر یافتم و بالاخره کمپوز کردم. باز گریه کردم میرفتم، همین خوانده میرفتم. باز هم میرم براتون میخوانم. مرحمت. به تو در کلبه گدای خیر رنجهای کشیدم که مپاس سوی ملک چی میگذی که مگو حافظ غریب داره با مقام رسیدم که مپاس دردش که کشیدم که مپاس دردش که کشیدم که مپاس زرجره چشیدم که مپاس زرجره چشیدم که مپاس گشتم در جهان آخر کار گشتم در جهان آخر کار دل بره بر گزیدم که مپاس دل بره بر گزیدم که مپاس ای دردش که کشیدم که مپاس زجرش که چشیدم که مپاس. خب فهیم فضای تاجیکستان عزیز ما رو، فضای مردمی آن رو شما چگونه وصف میکنید؟ یک فضا یا یک مکان زیبا و دوست داشتنی، با مردم دوست داشتنی و مهمان نواز هر طرف. یعنی در یک مجلسی که مجلس شادی و خرسندی باشه، تاجیکستان در هر نقطه تاجیکستان که بریم مردمش امر رقم یک پیش آمد و برخورد میکنن امرای ما، امرای همه در مجموع. چون همو فرهنگ مردم تاجیک هم خیلی است، امر رقم است. یعنی ما هر جایی که میرم قدم به قدم خوش میشم و خوشایندتر تمام میشه برام دیگه. یعنی ما مردم به خصوص یعنی تشنه همچون یک فضا، همچون یک مکانی هستیم مردم ما. البته که جا داره مثلا بر شما مردم پیامی از طرف ما باشه که مثلا همیشه پاسدار ملک و وطن و همین فضا باید باشیم و شکرگزار باشیم و بر ما دعا بکنید که ما هم همچون یک فضای بر ما هم مهیا شود و ما هم
دم خوش بزنیم. انا همین زیبایی محبت به وطن عزیز ما رو شما میتوانید در یک از سرودهایتان وصف کرده باشید این زمان؟ بله البته یک سرود دیگه ما آماده کردیم او را ماندیم برای روز مبادا که باز اگر یگان وقت زمان خوب قرار بگیره مثل که جشن استقلال پرارسال بود اون سرود ما آماده کردیم باز اموجه میخوانم. البته دیگه نمیشه به خاطر کمپوز نو است و شعری که انتخاب کردیم هم بهترین شعر است. او را خیر ما میتونم ایره برای شما بگویم که ما که همیشه آهنگای زیقی میخواندم اینی وقت تاجیکستان آمدیم همی برخورد و رویه مردم اهل تاجیکستان اینی سبب شده که ما حال آهنگای شاد میخوانم چند آهنگ شاد چیز کردیم اما یک آهنگ شاد ما که البته در نشرم شده او را براتون میخوانم. سعیز مرحمت. خسته نگردد. من فکر میکنم تا به انجام رساندن سرود خوراک ما نیز آماده شده است. انشالله که حتما آماده شده. بله چقدر یک بوی با لذت دارد. حتما پس از چشیدن مزه آن را به بیننده عزیز خواهیم گفت. خوراک ما آماده شد همین طور. بله بله در ظرف مخصوص میگیریم. دیگه آله باید بکشیم میشه. خب اینو شما بگیرین با چی میکنم شما اینجا کشش کنین در چقدر بوی با لذت دارد. پیشم کشیز آمد. خیلی مزهش رو چشیده به بینندگان عزیزمان میگوییم. بله بله بفرمایید شما. مزه خوراک رو میچشیم. خوراک به نهایت مزه خوب دارد و بینندگان عزیز نیز توصیه میدیم که در وقت‌های خولگیشان به آماده نمودن خوراک مشغول شوند.
بله بله، ما این خوراک زیاد دوست دارم، همیشه وقت با خودم میپزم و بعضی دوستای دیگه هم که خوردنم تو مثل شما پسند کردن دوست دارن دیگه. انشالله که بینندگان عزیز ما از این بپزن. و خوب دوستان عزیز، بار دیگر یادآور میشیم که سرپرست برنامه ما هستند شرکت قنادی شکلاتی. بار دیگر minnatdori خود را به شما بیان میکنیم چون در نشر نوبتی برنامه ما رو همراه بودید. این شیرینی از نام سرپرست برنامه ما شرکت قنادی شکلاتی به شما تحفه است. سپاس، سلامت باشید. بسیار و امیدوار هستم که زندگی شما به مثل این شیرینی شیرین و گوارا باشد. زنده باشین، لطف دارین. بسیار زیاد تشکر. سپاس از اینکه از ما در برنامه خوبتون دعوت کردین و ما شوخی کرده یک کم تو مثل که همراه خانواده آدم همراه خانواده خود می باشه همون رقم صحبت کرده و کار کردیم. گفتیم باش که یک کم برنامه گرم بیه و شما هم خسته نشین، همچنان شما امید است که همراه ما خسته نشده باشین و غذا مورد پسندتان قرار گرفته باشه دیگه. شاد بمانین. تشکر. دوستان عزیز، بار دیگر یادآور میشیم که در مهمانی ما قرار داشتن سراینده خوش صدا فهیم فنا. شما رو خوش آمدید میگوییم و در همین جا میرسیم به فرجام برنامه. تا برنامه های بعدی سربلند و خانه آباد بمانید. کنون از کشور خار و النگار نمانده نه نشانه و نه آثار. دگرگون گشته سیمای دوشنبه، همه مفتون گلهای دوشنبه. سلام من به خلق تاجکستان، به هر شخصی که دارد نور ایمان. سلام من به خلق تاجکستان، به هر شخصی که دارد نور ایمان. به هر چشمی که می‌بیند عیان را، همه شهر و دهات تاجکان را. سلام من به خلق تاجکستان، سلام ما به خلق تاجکستان. اگر سرور نمی بود آلی رحمان، بهش آسان نمی شد تاجکستان. اگر سرور نمی بود آلی رحمان، بهش آسان نمی شد تاجکستان. همه نور و ضیا می خیزد از او، همه فیض و صفا می ریزد از او. در این 30 سال استقلال تاجک، همای بخت شد هموال تاجک. چو پیشوا جاودانی آل رحمان، بماند در زبان تاجکستان. سلام من به خلق تاجکستان، سلام ما به خلق تاجکستان. سخن‌هایی که گوید از کلامت، نماز ملت
باشد، نه هر ملت چنین خوشبخت باشد. بسا ملت که روزش سخت باشد، بسا ملت که روزش سخت باشد. چو پیشوا جاودانی آل رحمان، بماند در زبان تاجیکستان. اگر سرور نمی بود آل رحمان، بهشت آسان نمی شد تاجیکستان. به هر چشمی که می بیند عیان را، همه شهر و دهات تاجیکان را. سلام من به خلق تاجیکستان، سلام ما به خلق تاجیکستان، سلام ما به خلق تاجیکستان.